شنبه ها آبدو خیار میدیم. بله که مال شنبه هاست. یک شنبه ها کلم پلو شیرازی با سالاد شیرازی. خب بله. دوشنبه ها قرمه سبزی جا افتاده ها، یعنی از شب قبلش لوبیا ها رو میخوابونم تو آب که قشنگ نفخش بره، فردا میذارم قشنگ جا بیفته. سه شنبه ها بیف استروگانوف، چون دلیل نداره، با غذا بین‌المللی باشه. بعد آفرین همش نفاقه. آفرین همش نفاقه. همه حرفات هم زندگی بدبخت کن نیست، بعضی‌هاش هم خوبه. بله. چهارشنبه که کشک و بادمجونه دیگه. کشک بادمجون میدی؟ بله. اینا رو چجوری تو پاریس درست میکنی؟ چی؟ پنجشنبه پاریس چجوری تو پاریس کشک؟ پنجشنبه چی میدی؟ پنجشنبه ها کشک و بادمجونی که از چهارشنبه ها مونده یه خورده بیشتر درست میکنم که دیگه 2 روز نخوام سر دیگه باشم. جمعه چی میدی؟ جمعه که تعطیله، جمعه غذا تعطیل. هیچی، منتظر بودم بگی جمعه آبگوشت میدیم بهشون. آخه آبگوشت میدن به بازیکن حرفه‌ای؟ اونا رو میدی مشکلی نیست. این آبگوشتی که من گفتم الان مشکل بله. قرمه سبزی چرب میدی به آبدو خیار. همین کارا میکنی بلاکت کردم دیگه، زندگی سیاه کنی، هم شما هم این سرکار خانم تیرانداز.